یه ذره نور مازندران کمه. شما الان ویدیو رو با غذا نباید ویدیو درست کرد. حمید وقت لیزر داره. تهرانه اصرار می‌کنه برگردیم بریم لیزر. چی کار داری میکنی؟ چیره کردی هم؟ کار داری میکنی؟ اینم کاهو دارم آماده میشم برای برگر دستساز آقای منجان گل گلاب. چند تاشو گفتی؟ 4 تا. نمیشه بیشتر بزنی؟ نه دیگه چالشیه که 4 تاست. ببخشید دیگه یه ذره با گیمبال ناآشناییم. شما الان ویدیو رو اینجوری نمیبینید، حداقل استابلایز داره ولی خب منم نمیبینید چون من تو کادر نیستم. چرا هستی ولی خودم الان چجوری باید بیام اونور به نظرت؟ خودت؟ سلام علیکم دایمایا. خوش اومدی. گلپریا تازه سریا این اوراقیا. چه خبره؟ یهو اصلا همینجوری اومدین تو آشپزخونه؟ خبری که تو باید بگی چون من فقط الان اینجوری گفتی اینو کارو بکن منم گفتم اوکی. حالا چه خبره؟ ما 5 تاییم اما 4 تا برگر داریم. 4 تا برگر برای چی؟ خب مسلما من خودم تنهایی 5 تا برگر باید بکنم سیرشم. ایشون 6 تا. ما راه نداره حالا 2 تا بذاریم بعد چالش بخوریم. بعد چالش. گوش که نمیخوایم بکنیم مثل بعضیا. کیو گفت؟ ای شیطون. قضیه چیه؟ احتمالاً دیدی به اینستاگرام بطری بندازن و پاک کنه اینستاگرام. بطری بندازن و شروع کنن غذا خوردن یه چالش. اما اینجا یک سری تفاوت‌ها داره. چه تفاوت‌هایی می‌بینید؟ من نمیگم و سرچ کن. اینو ببینیم یه ذره چه جوری میپزه و اینا رفتیم سراغ چالش. مأمور ساخت زغال متاسفانه محمد. مشکلش چیه؟ نه نمیدونم مشکل چیه، فقط حدس میزنم که شاید یه مشکلاتی باشه. بالاخره کارو سپردیم محمد. یعنی چی؟ دارم برای اینترو میگیرم بدم صحبت. آقا چرا یه ویدیو انرژی هم ببین خور میزنه فکر کرد پشت صحنه است. دیدی؟ دیدید چقدر قور میزنه؟ این همچین شخصیتیه. منم یا چت فقط قور. بس شد. برگر فقط مسبوق. بابا از پایین قرار نبود بگیری. وقتی فهمید ویدیو قراره بگیریم پشت سشوار این اصلا این شکلی نیست این پشت. حالا عکس از چیزم میدم بچه‌ها اینجا بذارن. عکس از چی؟ متاسفانه ادیتور بچه‌های منن. عکسش عادیه همینجوری مبل نشستی اینجاست. هوچیگری میکنه. این از دوناتون یادش مونده که هوچیگری باید بکنه. من هوچیگری 30 سال پیشه کردم بابا. اینجا آقا آیدین هم هست که البته آقا آیدین اونجاست. ما به شدت گشنه‌ایم ولی 4 تا برگر دیگه تیم مسابقه خودتون رو شکمتون. ببین من واقعا بعدن نیما خوردت کاری باید ندارم. چالش میزه بابا. خاکستر رفت ولی خیس شد یه ذره. بوی خوبی داره. دستساز بود؟ بله بله. ها بله اینا میپیچه. آره شما با این چیز نگیرم از اینجا به بالا. سلام. پایین تر از اینو نمیتونم نشون بدم. چرا نمیتونی پایین تر نشون بدی؟ تو نمیخوای؟ یه ذره حالا شاید مثلا برای همین میگم یه مشکلش دیدی چیکار کرد؟ خواست نشون بده که لیزر رفت. بچه‌ها حمید وقت لیزر داره. جدی تهرانه اصرار میکنه برگردیم بریم لیزر. یعنی به خاطر وقت لیزرش میخوام بیام اونور خودمو ببینید. نه نگیر بچه به من گفتن که تو زر بزن اما جایی هم که من فکر ای بابا زیپی نمیدونم چه گوش داره دیوونم میکنه. یعنی احتمال داره که توی چالش کنم. میفهمید چی میگم دیگه؟ یعنی چالش رو درست میگم درون چالش کنم. یکی از خوبیای شمال اینه که هر دست دراز کنی نارنج برمی‌داره. سلام. خیلی داره. غذا میخوام. تو دوربینم صحبت کنید. قضیه اینه که شما دیده بودید که یه بطری انداخته میشه میکروفون از بین میره. یه بطری انداخته میشه هر کی که بطریش صاف بیاد حق داره که تو اون تایم غذا بخوره. من با همیدم. دیگه الان میخوام یارکشی خوبه چون این فلجه. تیم بعدی تا زمانی که بطریاشون انداخته بشه تیم قبلی همچنان داره میخوره و ما واقعا همه گشنیم از قرض زدنای این معلومه. یه دقیقه وایسا تیمیه یا نه؟ 2-2 یک راندش تیمیه یک راندش فری فوراله. 2 تا ساندویچ وسط ما همه گشنه آقا تمرین نکن دیگه. یک راندش فری فوراله. من یه سوال دارم الان. من
بندازم افتاد من اینو باید بخورم یا اونو؟ حالا فرقش شیکشو بذار تیمی الان 2 نفریم یه تیم این وره ما ساندویچ رو می‌خوریم تمام شما میام ساندویچ شما رو بخوریم. نه نه من مال شما ما اینو انداختیم ما ساندویچ از دستت میکشیم ساندویچ خودتو بخور خب. نیست دیگه 2 تا سلامه الان یاد کشی کنیم یا همین بمونیم. محمد باشه به تو چه محمد آشنا ببین الان قضیه چیه شما باید اون یه دفعه محمد کشتم بیاریم یار که منو نیماییم. خب ما الان یه ساندویچ داریم شما هم یه ساندویچ دارید. من بندازم اینم میخوره؟ خیلی بیادبی نه ساندویچ ندارم. هر تیمی که اینجوری بیاره شروع میکنه خوردن یه یارش این ساندویچ یه یارش این ساندویچ. ماریو زمان نمیذاریم اینا چیزی بخورن. کلام در اومد. الان شروع میکنیم. فضا بده. تیمی که جفت نفرا این صورت آوردن شروع قهر نکن بیا تمرین کردم روزهای گذشته. عجب تیمی که جفتشون به این صورت میارن شروع میکنن خوردن تا زمانی که تیم بعدی جفت بیارن. 3 2 بریم آقا ایمان بریم بابا این برای منه. بریم 1 2 3 محمد زباش نه بنده نیو It was at this moment that he چه جالب خوبه بجام نه خوردی تو خب بنده من گشنم یعنی چی؟ کردی تود ها؟ چه برگر این چرا گیر باکس میداد من تا هفته دیگه برگر دارم تو همش گوشته راوند 2 فایت این راند بچه ها فری فور آل یه ساندویچ اون بره یه ساندویچ این بره ما این سعی تمام میکنیم یه سال شما دیگه همین جوریه دیگه هر کی به هر حال نزدیک گذاشته مثلا من انداختم ایمان منده خونه برمی‌داره دیگه من آره دیگه اون یه قانون داره هر کی فقط یک گاز با هر بار انداختن میتونه بزنه. این خوب این خو این دهنش اینقدر دهنش بزنه همه رو مگه تو جای دیگه اینقدر موقعی که میدونستی به دنیا بیای بعد میگفتی دهن من بزرگ بگیر. او ایکس لارج خود دهنش همین. آماده 1 2 یه گاز نیما یک نیما یه گاز نیما یه بود تو رو میگم دیدی؟ صندلی رو هم من گرفت. بابا
کارش بده نیما بده همون رو خوندم بده بابا دیگه خدای من سیر شدم چون بیش از یه ساندویچ خوردم. من همینطور. خدای شکر. عجب گوشتی بود. خیلی کاش این انسان میتونستیم بخوریم نه اینجوری نه. انسان‌های اولیه. با این انگاشو دهن تو بود چرا من خوردم؟ بابا دهن من چیزی نیست بخور. برای نوشابه اومد اینو بازی کنیم خود مونده. این انگاش برای به خودش کامپوزیت ندیده بوده. انقدر رقابت سنگین بود فرصت حرف زدن نمیشه. ببخشید نفس کشیدن آیدین که گشنه موند. جا قانون جنگله. یه تمیزکاری حسابی بکنیم. نیما اومده اون ور دوربین شما نبینیدش داره اینجوری میکنه. آقا ما بریم یه دستگاه کارواش بخریم چون محمد تا جلو در آباد سگه جلو در اینجوری آباد خیلی روی یخچال چجوری ریختی؟ خدا این تمیزترین ویدیو بود داشتیم محمد گوش شهریار نمیخواد بس بده اینجا رو بفروش. کسی نمیگیره که شما باید گافتایی دیگه اینواد استفاده میشه. دمتون گرم. بگو دیگه این مسخره بازی تو بگو شهریار به پاتون. عشق منید عشوه‌گرید جاهای بعد زشت نرید زهر میزنه برید دونم چیکار نریدم شیرشون نره آقا نیما. خیر برکت دوستی شفاعت شلوار بپوشن لایک کامنت سابسکرایب نره